سوگند به خدا پیش از این دلم میخواست مسلمان شوم و آنچه از لشکریانت در قادسیه و شوشتر و غیره دیدم دانستم که شما با شمشیر و سرباز بر ما پیروز نشدید، بلکه آفریدگار میداند با مخلوقش چه کند و به همین دلیل شما بر ما پیروز شدید. اما من در میان قوم خود امیر و شریف بودم و هرگاه برتری من را نسبت به شما به خاطر می آورم انگار کار برایم دشوار می شد و دلم پر از کینه می شد و بران شدم تا با شما بجنگم تا تهمت از من دور شود و برای خودم و قومم عذری داشته باشم. و اکنون هیچ کدام از اینها پشت سرم باقی نمانده. بازمانده پادشاهی فارس پس از شوشتر و نهاوند از بین رفت و بسیاری از اقوامم اسلام را پذیرفتند و به آن پیوستند و آنها میگویند پادشاهی کسراها از بین رفت و فارسها دیگر فارسیان کسرا نیستند، بلکه فارسهای اسلام هستند. همانطور که عربها پیش از اسلام عرب بتپرستی و جاهلیت بودند و سپس بتپرستی رفت و عربها ماندند، اما آنها عربهای مسلمانند. پس چرا من نشوم؟ بله، من مسلمان میشوم.